ترفندای باحالی که فقط آدمای زرنگ میدونن. پس تا آخر ببینم چند تاشو شما بلدی. بشقاب برای خوردن کیک نداری؟ کیک تو با یه لیوان پایدار بخور، هم شیک هم خیلی راحت. کیک مونده رو چه کار کنی؟ کافیه با یه تلفن اینطوری محکم دورشو بپیچی. مطمئن باش تا چند روز تازه میمونه. با این روش راحت سوزن رو نخ کن. اول نخ مشکی رو رد کن، نخ قرمز رو بذار. حالا نخ مشکی رو دور سوزن بپیچ و بکشش. به همین راحتی سوزن رو دوباره نخ کردی. یه دونه نی آیس پک بردار و داخلش مایع دستشویی بده. حالا دو طرفش اینطوری حرارت بده و با دستت فشار بده تا بسته بشه. بذار داخل کیفت هر جا دلت خواست ببر. با این روش به راحتی میتونی داخل کیسه‌های فریزر نوشیدنی بریزی. سر بطری نوشابه رو بذار روی کیسه، دورشو مرتب کن و درشو ببند. اینطوری اصلا مایعات نمیریزه. مسواکاتو بذار توی دستکش، لولش کن، با کش ببند، تمیز و راحت توی چمدون بذار. قیچی زنگ زده رو با ترکیب نمک و جوش شیرین و سرکه با هم قاطی کن. قیچی رو بذار توش، نوع میشه. کلیدتو گرمش کن، بذار روی در بطری، روشم چسب حرارتی ببین. حالا شما یه دسته خوشگل براش درست کردی. قرضای مسواکو ببر، وسط اسفنجو سوراخ کن، مسواکو بچسبون داخلش. به همین راحتی شما یه قلموی عالی ساختی. اگر دوست داری بازم از این ترفندا بهتون نشون بدم، این پستو حتما لایک کن، پیج منم فالو کن که گمش نکنی. حتما 3 تا قلب قرمز کامنت بذار تا بتونی ترفندای بعدی رو ببینی.